طی 2 هفته اخیر قیمت تربوز و خربوزه در بازارهای تاجیکستان با مراتب بالا رفته است. اگر چند روز قبل ساکنان یک تربوز میانه را تا 15 سومانی می‌خریدند، حالا عین تربوز را با قیمت بیشتر از 25 سومانی می‌خرند. ساکنان میگویند در گرمی طلبات به آن زیاد است، از این خاطر نرخ هم بالا رفته است. قیمت البته کی می‌خرید؟ خرید در کار شما می‌خریم. ظلم در برخی از بازارهای پایتخت نرخ یک دانه تربوزی حجمش میانه از 30 سومانی آغاز شده تا به 50 سومانی هم میرسد. همین طور یک دانه خربوزه نوعی به اصطلاح ترپیده میتواند تا 75 سومانی قیمت داشته باشد. فروشندگان بازار اقرار میشوند که امسال نرخ تربوز و خربوزه قیمت‌تر شده است، اما سبب‌های دیگر را هم پیش می‌آورند. گذشته 10-15 بود. سال از اون قیمت‌تر. نسبت پاره سال نسبت کم چیزا خود کم در آمد خونه گذشته عوض شده. قیمت نمیدونم قیمت میگه. اینجا نقطه یک لخت فروشی بازار مهرگان است. نرخ پولیزی ها در چکانه فروشی و بازارهای یک لخت فروشی تا 2 برابر فرقیت دارند. نرخ تربوز اینجا از 5 سومانی آغاز می‌یابد. کشاورزان میگویند که ارزش محصولات بالا نرفته است و میان‌روها سبب میشوند که نرخ نهایی بلند شود. مسئولین بازار میگویند همه روزه بیش از 50 ماشین باربری پر از پولیزی ها واردی بازارهای پایتخت تاجیکستان میشوند. نسبت سال گذشته چقدر شما دیده برآمدین تا 20% و سال گذشته ارزان است. تربوز خربوز نظر و سال گذشته این سال به حد محصولات بسیار شده که این چقدر شما زیاده 50 ماشینی که بارکش شما در نوار دیدین مول محصولات خودشون آورده جو کردیم ما ول با چقدر که در نوار گفتن مقصد بو بسیار اولی میگه حاصل بسیار این سر زمین دا با خارج کشور مقصد طرف قزاقستان من مقصد صادرات کردیم روسیه ولکه صادرات کردیم. با اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان در نیم ساله اول در کشور بیش از 15,000 تن حاصل تربوز و خربوزه جمع آوری شده است که نسبت همین دوره سال گذشته 54% بیشتر بوده است. بهار امسال کشاورزان تاجیک در 22,600 گکتار زمین پولیزی کشت کرده صادرات حاصل تربوز و خربوزه از تاجیکستان به کشورهای خارجی 47.2% بیشتر شده است. تاجیکستان قصد دارد در سال جاری حاصل حدودی 3.5 میلیون تن سبزیجات و پولیزی را جمع آوری کند.